8 مکان که اگه رفتی شمال حتما باید بری ببینی. 1. اگه دلت دریاچه خواست برو دریاچه ویستان با این ویو جنگلی و حیرت انگیز شاهکار طبیعت رو ببین. یا هم میتونی بری دریاچه سد سوها و محو این ویو بی‌نظیرش بشی. 2. اگه دلت ییلاق خواست برو ییلاق سوچاله ماسال، رویایی ترین منظره عمرت رو ببین. یا هم میتونی بری ییلاق سلان سر با گلوهای خوش رنگش قشنگترین عکس ها رو ثبت کن. 3. اگه دلت دشت خواست برو شهسوار، دشت شگفت انگیز دریا سر که معروف به بهشت اردیبهشت ایرانه رو ببین. 4. اگه دلت شنا خواست برو رامسر، آبشار و حوضچه زیبای ممشلم، تنی به آب بزن که با اون آب خنکش دلت حال بیاد. یا هم برو نوشهر تنگه خیرود کنار، آمازون ایران حسابی لذتش رو ببر. 5. اگه دلت روستا خواست برو روستای مرکیه ماسال، غرق طبیعت بکر و سرسبزش رو. 6. اگه دلت آبشار خواست برو تالش، آبشار شگفت انگیز دوقلوی زمرد رو. یا هم